درود بر شما دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در کنار خانواده محترمتون سرشار از عشق و محبت باشین. به قسمت اول پادکست پادتن، پادکستی برای وطن، خیلی خوش اومدین. امیدوارم که از اینجا به بعد تمامی قسمت ها باعث بشه که شما دیدگاهتون نسبت به هنر این مملکت و فرهنگی که این مملکت چندین هزار سال داره یکم عوض بشه، یه ذره دیدگاهمون مثبت‌تر بشه نسبت به خیلی از چیزها و خیلی دنبال چیزهای دم دستی تو هنر نباشیم دیگه. چون یه مشکلی که الان خیلی از مخاطب‌ها دارن، مثل یکی از دوستان که داخل یه آهنگش میگه، حالا جسارت به همه نباشه، میگه نصف مخاطباه واقعا، و نمیخوایم اینطور باشه. میخوایم از یه جا به هر حال باید استارت بخوره و تعویض بشه این حالت ما دیگه. و این اولین قسمت برای شروع این روند و امیدوارم که بتونیم حداقل ذره‌ای کمک بکنیم. خب بریم ادامه کارمون رو ثبت کنیم. موضوع اولی که میخوایم راجبش صحبت بکنیم، قبل از اینکه حالا صحبت‌های اولیه انجام بشه، میخوای خودتو معرفی کن ببینیم وضعیت برنامه‌مون چه صورته و مهمان برنامه‌مون چه کسی هستش. بله. سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده و حالا بیننده های عزیز. امیدوارم حال دلتون خوب باشه و بنده الیاسم. علاقه‌مندم به سینما، ولی خب فعالیت مثلا آکادمیک یا کاری خاصی ندارم تو سینما، ولی خب به هر حال همیشه بخشی از زندگیم بوده و پرداختیم بهش. امیدوارم که حالا این صحبتامون براتون دلچسب بوده باشه. خیلی عمالی. خب موضوع اولی که میخوایم راجعش صحبت بکنیم الیاس جان، راجع به اینه که بعضی از فیلم هایی که حالا پخش میشن توی دنیای امروزی، شاید بهتره اون هشتگ سینمای ناآشنا روش بخوره. یعنی سینمایی که آنچنان نتونسته مثل بقیه زرق و برق داشته باشه. میخوام ببینم نظر راجع به این موضوع چیه و این سینمای ناآشنا رو تا چه حدی ما میتونیم بیشتر درکش کنیم. میدونید سینمای ناآشنا میشه گفت نمیگیم همیشه بهتر از فیلمای پرزرق و برق و پر سر صداست، ولی الان با وضعیتی که مثلا توی این چند سال داشتیم، چه در سینمای اونوری هالیوود و هرچی، هم در سینمای خودمون، آثار یکی بعد از همینجوری یکی پس از دیگری افت داشتن و این وسط میفهمیم فیلم های خوبی هن که پنهان میشن بین این همه تبلیغات و حواشی و این حرفا. و خب میتونم بگم که این فیلم ها رو میشه راحت پیدا کرد و یه ذره آدم باید کنجکاوتر باشه، بگرده. مثلا ما الان داریم میگیم آقا چند نفر ممکنه سینمای ایران رو ببینن، مثلا می آمریکایی چقدر احتمال داره. خب بیایم اینو مثلا به خودمون یکم بگیریم، بگیم مثلا ما چقدر میشینیم سینمای ایتالیا رو ببینیم، چقدر مثلا میشینیم سینمای مابقی جا رو ببینیم، چون طبیعتا هر کشوری هم باشه بازم 2 تا فیلم خیلی خوب داره، نه؟ بله، 100%. آره، مثلا چند تا فیلم خیلی خوب هستن که الان میتونم براتون معرفی کنم. مثلا فیلمی که 2023 اومد، تقریبا همزمان با باربی اومد، همزمان با اوپنهایمر اومد. خب این دوتا خیلی اسمایی بودن که سر صدا زیاد. داشتن. بعد دیدیم جفتشون هم، حالا اوپنهایمر به عنوان یه فیلم سینمایی که درباره زندگی نام محور بود، حالا اون فیلم خوبی بود. باربی هم که دیگه بله فیلم جالبی نبود، بیشتر به نام زن و به نفع سازندش بود. و یه فیلمی اون سال اومد توی ایتالیا به اسم سئان کوردومانی، یعنی هنوز فردایی هست، و واقعا فیلم قشنگی بود، ساخته پاولا کورتسلی. آره اگه اشتباه نکنم کورتسلی، بله. که اولین فیلم این کارگردانم بود. یه فیلم اولین فیلم بلند تو رزومش یا اولین فیلم بلندش بود؟ تا اونجایی که من خونده بودم زده بود آره اولین تجربه فیلمش بود. و حالا مشخصه که مثلا قبلا کارهای دیگه هم داشته، خب نمیگم
مثلا همون اول بسم الله اومده اینو ساخته، ولی خب آره دیگه میشه گفت اولین فیلم رسمی بود که از خودش به جا گذاشت و چقدر فیلم خوبی بود. فیلم سیاه و سفید بود کامل. بعد خود داستان توی سال 1946 روایت میشد، بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی سربازای متحدین هنوز توی ایتالیا بودن و زیاد حول محور جنگ نیست. یه فیلم فمینیستی بجا و درستیه، میدونین. مثلا پیام باربی واقعا معلوم نبود چی، حالا میگفتن فمینیستیه به نام زنه، ولی خب مشخص نبود بازم داره چیکار میکنه. ولی این فیلم مشخص بود، داشت میگفت که آقا یک سری زن زیر سلطه یک سری مردن، حق نفس کشیدن ندارن، حق کار دیگه ای رو بکنن ندارن. و این فیلم با اینکه سیاه و سفید بود واقعا فیلم قشنگی بود، بازیگرا همه درجه یک بودن و جالبش این بود که این اتفاق و حالا این تلخی رو با کمدی ترکیب کرده بود. یه جاهای فیلم موزیکال بود و جلوی اون خیلی هم فیلم شیرین بود، یه حال و هوای ایتالیایی خیلی جالبی داشت و منم چیز زیادی از داستانش نمیگم که حالا بیننده ها مخاطبای عزیز تماشاش کنن. بعد یه آره سوالی دارم از ایلیاس جان، با این ایدئولوژی هایی که داخل فیلم استفاده میشه موافقی؟ فمینیست، کمونیست یا هر موضوعی که فکر می‌کنین در جهان ممکن اتفاق بیفته، با ایدئولوژی فکری در فیلم موافقی؟ میدونی موافقم. یه جورایی میشه گفت همونطور که خیلی ها اجازه دارن توی کتاب مثلا درباره این موضوعات بنویسن، فیلم هم میتونه همینجوری باشه. فیلم کلا دستت بازه و خب تا یه جایی مثلا میشه گفت داستان سلیقه‌ایه، ولی خب به نحو احسن، به نحو خوبی هم میتونه مثلا چیز کنه، فرهنگ سازیشو بکنه، تأثیر خوب خودشو بذاره. برای همین مشکلی نداره. به هر حال فیلم، وقتی ما داریم یه فیلم رو میبینیم به بازیگر کاری نداریم، کاری داریم ما، ولی خب میشه گفت بیشتر داریم وارد دنیای دیدگاه کارگردان میشیم، میدونین. بله. اینه. و خب واقعا هم تجربه های خوبی هن. یعنی تو میتونی درک کنی یه بخشی از یه ایدئولوژی رو، بفهمی، بهتر احساسش کنی که چی داره میگذره بین مثلا این جنبش ها، این گروه ها، درکشون کنیم. حالا بحث کتاب باز شد که داخل کتاب هم ممکنه بعضی از موضوعات ایدئولوژی دیده بشه. من چند روز پیش داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردم، بحث سر این شد که فیلم هایی که از کتاب ها اقتباس میشن معمولا نواقص زیادی دارن نسبت به کتاب، چون کتاب خیلی پروپیمون اومده گفته کارگردان خیلی زده شاخ و برگ هایی که داخل کتاب بوده، مثل فیلم هایی که داخل سینمای کوبریک میبینیم. کوبریک کلا 13 تا کاری که داده میتونم بگم 99 درصدش از کتاب اقتباس شده. مثلا دیگه معروف ترین شاینینگه که دیگه فکر کنم همه تقریبا دیده باشن اگه به سینمای کلاسیک علاقه‌مندن. نظر تو هم همینه؟ یعنی مثلا من اگر بخواهم بروم سراغ هری پاتر، بهتر فیلم های هری پاتر رو ببینم یا نه برم سراغ کتاب هری پاتر؟ نظر خودت چیه؟ تو با کدوم بیشتر اوکی تری راجع به کامل بودن مطلب؟ آره. ببینید ما معمولا تو حالا جمعای خودمونی هستیم با دوستا رفیقا، جمعای کتاب بازیمون، خب یه حالا جمله‌ای هست همیشه بینمون بلده، میگیم که طبیعتا یه فیلمی راجع به کتاب ساخته شده کتابش بهتره. خب ولی اینو زیاد نمیتونم بگم به چشم نقص میبینم توی مثلا یه فیلم که مثلا شاخ و برگشو زده. چرا؟ چون شما مثلا کتاب هری پاتر رو یا مثلا کتاب 100 سال تنهایی رو بخوایم صوتی گوش بدیم، خب یعنی آنتراک خاصی زیاد نداره، تقریبا یه نفس داره روایت میشه ماجرا. خب ببینین تایم اون کتاب صوتی میرسه به 20 ساعت، به 22 ساعت. خب بعد فرض کنین یه کارگردان میخواد بیاد تمام اون زیبایی رو، تمام اون ماجرا رو بخواد مثلا جا بده داخل یه تجربه کوتاه، نهایتا 3 ساعته. میدونین از یه جایی به بعد ناچار میشن شاخ و برگاشو بزنن. مثلا سریال گیم آف ترونز، بازی تاج و تخت،
خیلی از چیزا رو که توی کتاب بود نیاورد. حالا اگه آشنایی داشته باشن، مثلا کسی آشنایی داشته باشه بگم، مثلا یه قبیله‌ای بود، یه کشوری بود، سرزمینی بود به اسم دورن و تو سریال زیاد به اون پرداخته نشد، ولی خب مثلا تو کتاب ما ماجرای زیادی داشتیم توی این سرزمین. بیشتر میدونی برمیگرده به کارگردان که چجوری این شاخ و برگو بزنه که زیبا کنه اثر خودشو، یه نسخه کوچیکتر ولی به همون اندازه قشنگ به ما تحویل بده، فضا سازی خوبی داشته باشه، بازیگرای مناسبی انتخاب کنه. شاید میشه گفت یکی از پوینت های خیلی مثبت هری پاتر این بود که خیلی دقت کرده بودن به شکل و شمایل بازیگرا و همه کاراکترها که دقیقا همونو بیان اجرا کنن. متوجه شدم. سوال بعدی که میخوام ازت بپرسم اینه که یک سری افراد هستن توی حالا دنیای سینما، حداقل بهتره بگم یک سری ایرانی هایی هستن که در دنیای سینمای جهان و حتی حالا سینمای ایران بسیار آدمای کاربلد و حرفه‌ای هستن و متاسفانه ایام اونطوری باهاشون نبوده که مثل بقیه هنرمندان خیلی معروف بشن و اسمی برای خودشون به جا بذارن. میشه اگه ممکنه چند نفر رو به ما معرفی کنی تا ما بعدش، حالا بعد از اینکه این برنامه رو دیدیم، سراغش بریم تحقیق کنیم ببینیم مثلا این دوستان کیان و چه رزومه‌ای دارن. محمد رسولوف هست، یه کارگردان خیلی خلاق با فیلم دانه انجیر معابد که حالا نمیدونم دیدینش یا نه. یه فیلم مستقل اصطلاحاً زیرزمینی، یعنی تایید وزارت ارشاد نشده، ولی خب فیلم خیلی خوبیه، فیلم تمیز و زیباییه که 2024 نامزد اسکار شد واسه بهترین فیلم بین الملل. بعد دیگه علی صمدی احمدی هستن، یکی از کارگردانای خوب که انیمیشن کوتاه ساختن به اسم گذر از رویا که توی جشنواره انسی انیمیشن فیلم شدن، دوباره نامزد جایزه شدن، فکر کنم جایزه هم بردن، دقیق یادم نیست. و یا مثلا خانم مینا زاهدی تو یه مستند کوتاه ساختن به اسم تنفس در تاریکی که مستند خیلی جالب بود به نوبه خودش، یعنی درباره آدما بود که مثلا تاریکی چقدر تاثیر میذاره روی رفتارشون. میشه یه همچین ایده رو ما تقریبا تو همه فیلم‌های بتمن هم داریم، یعنی همیشه شخصیتیه که تاریکی رو بیشتر میپسنده و قشنگ یکی از نمادهای بتمنه مثلا، حالا چون یکی از شخصیت‌های بولد تاریخ سینماست. این تنفس در تاریکی هم که شد نامزد بهترین مستند شد تو جشنواره ایتفا اینترنشنال فستیوال. و جناب حسن نصرالله که چیزو ساخته بودن، یه فیلم کوتاه ساخته بودن به اسم طلوع سیاه که تو جشنواره فیلم کوتاه نامزد شدن، جشنواره کلرمون فران فیلم کوتاه. و خب اینا هم مال سال 2024 بود. مثلا تو سالهای قبلش هم ما داشتیم مثلا خانم یگانه مقدمو که انیمیشن یونیفرم ما رو ساخته بودن و جایزه هم بردن مثلا. و خیلی خوبه که بریم آثار این افراد رو ببینیم، واقعا هم خلاقن، واقعا تمیزن و ارزش دیدن دارن. حیفه که مثلا دیده نشن این آدمو به این خوبی، چون خیلی خنده داره که مثلا ایرانیای خودمون دارن در سطح جهانی دیده میشن ولی تو خود ایران، تو کشور خودشون کسی اونا رو نشناسه. راجع به سینمایی صحبت کردیم که فیلم‌های معمولا ممیزی ازش پخش میشه. حالا فیلم‌های ممیزی معمولا هشتگشون موقعی میخوره که یه چیزی به اسم وزارت ارشاد وجود داره تو مملکت ما و حالا متاسفانه خوشبختانه داره با یک سری فیلترها فیلم تولید میکنه. فیلترهایی هم که خود میدونه، نه قانون جهانیه نه قانونیه که از نظر هم حتی بشری درست باشه، ولی خب خودش به هر حال یه سری ضوابط و روابطی داره که باعث میشه هر فیلمی رو تولید نذاره بکنن. ولی خب طبیعتا در هر جامعه‌ای وقتی قوانین گذاشته میشه افرادی هم هستن که نقض قوانین بکنن و یک سری فیلم‌های درست بکنن که خارج از چارچوبه.
اه، نکته که راجع به این فیلم ها هست، اغلب حداقل اینایی که تازه در 10 سال اخیر پخش شده، به این صورته که چون قوانین خاصی که ارشاد براشون گذاشته یا حالا صدا و سیما براشون گذاشته رو شکستن، معمولا کیفیت کار بالاتری دارن. مثلا ما تو صدا و سیما میبینیم طرف یه زنی با روسری یا حتی مقنعه یا شال وارد حموم میشه و همونطوری هم برمیگرده و خب برای خودمون خیلی عجیبه که مگه میشه مثلا توی یه زندگی عادی آدم همینجوری باشه. یا میبینیم طرف یا مثلا با حجاب و پوشش کامل میخوابه. نمیشه اصلا یه همچین چیز در زندگی واقعی و مردم مثلا میدونم مادره تو فیلم مثلا از یه اتفاق ناگواری نجات پیدا کرده، مثلا پسرش میره باباشو بغل میکنه. خب اینا آره. واقعا میفهم. یه پوینت فیلم خوب اینه که من مخاطب متوجه نشم دارم فیلم میبینم، غرق کنه منو تو دنیای خودش. ولی خب وقتی همه فیلم ها دارن از یه همچین چارچوبی رد میشن، یعنی تصنعی بودن ازشون میباره، اصلا نمیتونی احساسشون کنی. درسته یه سری فیلم خوب داریم از یه سری کارگردان خوب که قابل لمسن، قابل احساسن، ولی باز همین یه باگیه که میشه گفت توی اکثر فیلم های خوب ما وجود داره. یعنی نهایتا می‌بینی کارگردان خوب کم کم به جایی میرسه که اصلا شخصیت زن رو از فیلمش حذف کنه که مثلا بتونه فیلمش رو بهتر کنه، قابل لمس‌تر کنه. یه فیلمی بود حدوداً فکر کنم مال سال اوایل 80 که اکبر عبدی هم بازی میکرد و دیدن سکانسایی دارن که باید مثلا نقش اکبر عبدی حالا در آغوش بگیرن یا حالا هر موضوع دیگه ای، دیدن نمیتونن هیچ کاری بکنن. اکبر عبدی قبول کرد که حالا با آرایش و حجاب وارد بازی بهش جلوی دوربین قرار بگیره سر همین جور مسائل. پس میتونیم نتیجه بگیریم یکی از دلایلی که سینمای هالیوود و حتی بالیوود از ایران بهتره، یکی از حالا میتونیم بگیم کوچکترین دلیلش و یا محسوسترین دلیلش میتونه همین موضوع باشه که چارچوب‌هایی تعریف شده که شاید سلیقه هر کارگردانی، هر فیلمبرداری، هر فیلمنامه‌نویسی نباشه و ما متاسفانه برای اینکه بتونیم کارا قانونی تولید بکنیم باید از زیر نظر این فیلترها رد بشیم. اینم از این. آره. و حالا سوال بعدی که میخوام ازت بپرسم، سینمایی که الان ما در این کشور میبینیم در یک کلام میتونم بگم حالت ابتذال به خودش گرفته. بله. افرادی رو میبینیم که به جای مثلا طعم گیلاس یا حالا هر فیلم درست حسابی دیگه و حتی شاینینگی که چند دقیقه قبل مثالش زدیم ندیدم، ولی رحمان 1400 و 3-4 بار دیدن. تگزاس 1-2 که چند روز پیش داشتیم ما صحبت میکردیم و 3-4 بار دیدن. تو بله. نظر چیه؟ اولش خب باید بگم آقا این تصنعی بودنه خب ادامه داشته و خب از یه جایی به بعد دیدن که فیلم ها داره افت میکنه و یه سری از این یه سری از افراد خوب محدود شدن توی این سینما و یا خیلی هاشون هم از دست دادیم. مثلا خدا بیامرز خشایار الوند که جزو طنز پردازای خیلی خلاق ما بود و میشه گفت همه اینا دیگه کم کم باعث شد که سینما یه شکلی به خودش بگیره که هر کاری میتونن بکنن برای اینکه مخاطب جذب کنن. ولی حالا فرض کن اینی که میخواد، هم کارگردانی که میخواد همه کار بکنه برای جذب مخاطب، بینه دستش بسته است. از یه طرفی به خاطر ارشاد، از یه طرفی هم میتونه یه سری اجازات بگیره و کار خودشو بکنه. یعنی شما مثلا میری میشینی یه فیلم کمدی میبینی، کمش 5 الی 6 تا شوخی دارن که مثلا مبتذله، به زیر کمر تهش همش منتهی میشه. و این مثلا اگه برم من سینما بشینم ببینم، من واقعا میشه ناراحت میشم از اینکه ببینم مردم دارن به یه همچین چیزی میخندن. میدونین چی میگم؟ مثلا خب این واقعا خیلی بده. بعد بدتر از اون اینه که مثلا ما این همه کارگردان خوب داریم، این همه مثلا افراد مهم، افراد با ذوق و شوق داریم توی سینما که مثلا هیچ بهشون پرداخته نمیشه، بودجه بهشون نمیرسه، کارشون محدود میشه
ولی یه همچین آثاری دارن مثلا روی کل سینمای ما دارن جولان میدن. مثلا اگه ما بخوایم پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینمای خودمون رو ببینیم، فسیل رو می‌بینیم، انفرادی رو می‌بینیم، هتل رو می‌بینیم که همه اینا یکی از یکی دیگه مبتذل‌تر و خنک‌تره و در سطح جهانی واقعا خیلی این چیز بدیه. یعنی فرض کنین یه مخاطبی که از اون طرف باشه یا از هر جای دیگه دنیا باشه جستجو کنه بزنه پرفروشترین مثلا فیلم‌های سینمای ایران، یه همچین نتایجی براش میاد و اصلا ما گیریم این فیلم ها اهمیت ندارن. خب افراد خیلی خوبی در کنار این فیلم ها زیر سوال میرن و یا کلا پنهان میشن، کلا نادیده گرفته میشن. کیارستمی ها دیده نمیشن، بیزایی ها دیده نمیشن. میدونی چی میگم؟ و امیدوارم که اینجوری پیش نره، یعنی بهتر بشه شرایط. البته به سینمای مستقلمون امیدوارم، چون واقعا آثار خیلی خوبی داره تولید میکنه. کارگردان ها همه خلاقن، همه ایده های نو دارن. ما الان توی همین سینمای حال حاضرمون، سینمای قانونی ارشادیمون، حتی فیلم های جدیمون هم فیلم خوبی نیست. یعنی یه داستان تکراری همیشه وجود داره، یکی اتفاقی یکی هول میده، طرف فوت میشه، بعد مابقی همه اون فیلم اینه که دارن حرف میزنن راجع به اون قتل. آخر سرم یا اعدام میشه یا فرار میکنن. الیاس، نزدیک فکر کنم نصف فیلم ها رو الان اسپویل کردی برای دوستانی که فیلم های ایرانی ها آره، زیاد. آره، کمدین. متاسفانه اینطوره. بله، حق با شماست کامل. و میدونین وقتی مثلا آدم میشینه تو سینما میبینه که تگزاس یک عجب افتضاحیه، من اصلا تصور نمیکردم این به 2 و 3 برسه حتی. یعنی اینجوری پیش داره میره، یعنی سری دوزیه، میبینن یه چی گرفت عینش 1000 تا همونجوری میدن. و یکی از دلایل من یه چیزی رو بهت بگم الیاس جان. مشکل اصلی ما میدونی چیه تو در سینما ایران؟ به خاطر اینه که هدف تهیه کننده آثار خوب به جا گذاشتن نیست. من چند روز پیش یه مصاحبه دیده بودم از آقای آمریان که ایشون تهیه کننده ایه که به کارهای پرفروشش اصلا معروفه، نه کارهای با کیفیت و درست حسابی هنری. به کارهای پرفروش معروفه، پرفروش مبتذل. بله. توی مصاحبه خبری مثل اینکه گفته بودن آقا فیلمایی که میسازی به نظرت برد میکنی؟ گفت مطمئن باشین اگه کاری پرفروشی نسازم اصلا نمیسازم کلا اونو، من دنبال پولشم بیشتر. و خب کسی که یه همچین دیدگاهی داره، وقتی که من نمیگم هیچ کس دنبال پول نیست، همه طبیعتا پول یکی از اولویتاشونه، ولی اینکه جز ستای اول بذاریم پولو قطعا از کیفیت کارمون کم میکنه. کسی که قطعا میخواد چه میدونم بره فیلم طنز ببینه، نمیره این 70 که الان تو سینما هست یا اون تگزاسی که قبلا در سینما بود یا رحمان 1400 که در سینما بود و ببینه، میره یه کار بهتر میبینه. و یه نکته دیگه هم بخوام بگم، یک موردی رو بخوام بگم که یه ذره دست تهیه کننده و کارگردانا رو بازتر گذاشته که پرفروش بشن. قبل از انقلاب اینطور بود که ما در واقع فیلم‌های خارجی هم داخل سینمامون اکرام میشد. و خب مثلا من کارگردان، من تهیه کننده، من بازیگر به خودم اجازه اینو نمیدادم که کار با بی‌کیفیت بسازم، چون میدونم اگه مثلا تو این نوعی بخوای کار بی‌کیفیت از من ببینی اصلا نگاه نمی‌کنی، پول برای من نمیدی، اصلا بیای سینما میری کار مثلا چه میدونم آلفرد هیچکاک رو نگاه می‌کنی یا کوبریک رو می‌بینی. و آره. خب وقتی من میبینم که کار با کیفیت سینمامون نمیذاره، میگم خب توی مخاطب مجبوری اگه بخوای سینما رو ببینی بیای دنبال من، پس من هر کاری دلم بخواد میکنم، همینه که هست. میخوای بخوان، نمیخوای نخوا. یه همچین حالتیه و حالت مافیاتوریه و دقیقاً مثل صنعت خودروسازی، مثل جای مختلف اگه باز بکنن خیلی از مواردو که اجازه بدن خارجی ها داخل کشور فعالیت مثبتی داشته باشن، مطمئن باشین اصلا خیلی ها اجازه فعالیت نمیگیرن برای هیچ مورد. و به خاطر بله، همین اصلا فعالیت وقتی ببینن آقا داره در سطح بین الملل مثلا فیلم داره میاد رو پرده سینما، هزینه بسیار شده، هزینه بسیار ما بذاریم کنار، بهترین همه بهترین ها اومدن روی پرده سینما،
خود اون کارگردان اصلا میدونه آقا من یه همچین چیزی برم کنار اونا بذارم انقدر شانس ندارم موفق بشم. خود همین اصلا مجبورش میکنه که فیلمای بهتری بسازه. جدای اون یه مشکلی که سینمای ما داره اینه که سینمای ما اسپانسریه کلا. یعنی یه زمانی اینطوری بود که کارگردان، بازیگر همه فیلمشون رو میساختن، بهترین خودشون رو میذاشتن که یه پولی بهشون برسه، یه سودی بکنن. اما الان وقتی مثلا یه فیلم داره ساخته میشه تو سینمای ایران، اسپانسراشون رو گرفتن، پولاشون رو جذب کردن، ترکیب پرفروششون رو چیدن، هم کارگردان تا قرون آخر پول خودش رو گرفته، هم همه بازیگر، هم تمامی عوامل پول خودشون رو گرفتن. این باعث میشه که هر کار دلشون میخواد بکنن. توی یکی از پشت صحنه یکی از همین سینمای خانگی ها رو یه بار یادم دیدم، کارگردانه بحثش شده بود با بازیگره، اصلا داشت داد میزد میگفت من تا پولمو نگیرم سر صحنه نمیام. اصلا اینجوری بود. یعنی جدا، انگار مثلا اسپانسر، انگار مثلا پنجره وینتکه که داره واسه من فیلم میسازه من فیلم ببینم. کار کارگردان نیست، کار تهیه کننده نیست. تهیه کننده و کارگردان یعنی نهایتا کارشون اینه که یه پژمان جمشیدی بیارن، یه محسن کیایی بیارن، یه استخری باشه، یه پارتی باشه، اینا برن اون وسط برقصن و یه آهنگی هم خونده بشه و فیلم هم همونقدر مزخرف تموم میشه با همین ترکیب پرفروشی که الان دستشون اومده و همش دارن همین کارم میکنن. و هیچ ایده جدیدی هم نمیزنن. من چند روز پیش داشتم همینجوری چشمم به شبکه نسیم خورد، داشتم میدیدم یه برنامه‌ای به تازگی تولید شده، فکر کنم اسمش 1001 یا 401 یه همچین چیزیه، 1001. بله. و برنامه به این صورته که رامبد جوان از صدا و سیما رفته، جناب خان رو آوردن که از سینما رفته بود، جناب خان همون محمد بهرانی آوردنش، محسن کیایی هم آوردن اون گوشه به عنوان مجری و همون شکل و شمایل، همون دکوپاژهای عادی که فیلم بردار انجام میداد، همون همون استودیو. فیلم سازی و همون استودیو، همون سن. و خب این نشون میده آقا توی تهیه کننده میخوای از چیزی که پرفروش بوده، حالا نمیگم مثلا با کیفیت یا بی کیفیت، ما برای اون داریم الان برنامه ضبط نمی‌کنیم، برای چیزی که پرفروش بوده، پربیننده بوده، حداقل میخوای دوباره از آب گلالود ماهی بگیری و این نمیشه. تو با اون چینش قبلی نمیتونی اصل کار که کارگردان، تهیه کننده و برنامه سازش بوده رو حذف کردی دوباره بخوای همون خروجی رو بگیری. ایده جدید هم حس میکنم آنچنان ندارن دیگه کارگردان ها و تهیه کننده ها. این از این. و سوال آخری که میخوایم تو این برنامه بهش بپردازیم اینه که اگر بخوای 3 تا از آثار تاثیرگذار سینمایی حالا چه ایران چه جهان رو بگی، به نظر چه آثاری رو میتونی بگی؟ ترجیحاً سعی کن یه سریال بگی، یه سینمایی بگی و یه انیمیشن، که حداقل ما 3 تا کار خوب در زندگیمون دیده باشیم بعد چشممون رو اینجا ببندیم. بله. خب یکی از فیلم های خوبی که میتونم معرفی کنم، یه فیلمی که هالیوودی هم نیست ولی فیلم به شدت تاثیرگذاری بوده، به اسم A Short Film About Killing، یک فیلم کوتاه درباره کشتن که درباره یه قتل تصادفیه و یه وکیل مدافع جوان و مثلا پرشور و ذوق. و بخوام از تاثیر این فیلم بگم، تاثیر این فیلم به قدری بود که باعث شد قانون مجازات اعدام توی لهستان برداشته بشه. به قدری که این فیلم تاثیرگذار بود. و یه فیلم خوب دیگه ای که میتونم معرفی کنم ایرانی، فیلم دایره مینا ساخته داریوش مهرجویی که واقعا فیلم قشنگیه و همه خوبا تو اون فیلم بودن. بعد از این همه سال داریوش همچنان مهرجویی کار واقعا کارهای کم ارزش خیلی کم داره، بیشترش آموزنده است واقعا، هم برای یک کارگردان میتونه به عنوان یادگیری داشته باشه. من چندین سال استادی که حالا به من
فیلمسازی آموزش میداد چندین سال میگفت که بالای 20 بار گاو داریوش مرجویی دیدم و میگفتم خب چرا یه بار دیدی بس دیگه؟ میگفت نه، تک تک فریمایی که بهمون تحویل میده به عنوان یک کارگردان معلومه که برای مخاطب شعور قائل شده، ارزش قائل شده و هر چیزی رو ضبط نکرده. اون حتی این آخرین اثرش که قبل از اینکه حالا فوت بشن یا کشته بشن، حالا بحثش متفاوته، اثرش لامینور به نظر اون هم شاید به اندازه گاو و خیلی از فیلم های دیگه ارزشمند نبود، اما خب از وضعیت نابسامان و مبتذلی که الان میبینیم در ایران خیلی بهتر بود و لولش خیلی بالاتر از همه بود. اینم از خیلی ممنونم از تو که دعوت منو پذیرفتی، تو برنامه امشب حضور داشتی، خیلی زحمت کشیدی برای ساخت این قسمت. ممنونم ازت، ممنونم از شما که برنامه رو تا این لحظه نگاه کردین. امیدوارم که شاد و پیروز باشین. شب شما بخیر. شب شما بخیر. خدا